سلام، من عایشه مجیدی هستم. ببخشید دوباره مزاحم شدم. فقط میخواستم از اون برادری که از اهواز از من طرفداری کردن و میخواستم به همطور از برادران دیگه‌ای که از حرفای من خوششون اومد خیلی تشکر کنم و اینکه بگم این کمتر کاری بود که برای دین اسلام من کردم. امیدوارم جونم و این چیز کمی نیست، جونم و فدای دینم کنم، این چیزی نیست، اما این چیز خیلی کمیه. اگه به من گفته بودن داعشی، اگه به من گفتن نجس، خیلی حرفای چیزای دیگه هم گفتن، اما من اونا اصلا به دل نگرفتم، چون که میدونم منم مثل بقیه میتونم، مثل اون افرادی که آدمای خوبی هستن میتونم بهشتی بشم، مثل همون حرفی که آقای سلیمانی در برنامه سخن دل گفتن که اگه وقتی میخوای اولین روزی که وارد بهشت بشی چیکار کنه. من دعا کردم که اولین روزی که وارد بهشت بشم از خدا دعا کردم که اولین چیزی که یادم بیاد فقط خدا رو یادم بیاد، چون که من اینقدر ذوق دیدن خدا رو دارم این دعا رو کردم. امیدوارم اون برادری که تو اهواز از حرفای من طرفداری کردن، ایشونو اگه نتونستم تو این دنیا ببینم، ایشونو شخصا ازشون تشکر کنم، امیدوارم در بهشت ایشونو ببینم و با رسول الله با هم دیگه حرف بزنیم و اینا. خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنون. برام دعا کنین بتونم بیشتر برای دین اسلام خدمت کنم. تا آخرین قطره خونم هم حاضرم جونم رو فداشون کنم، فدای رسول الله کنم. این چیز خیلی کمی بود، این کتک خوردن از پدرم خیلی چیز کمی بود. اینو نمیگم که دارم خیلی خودم رو لوس میکنم، نه، دارم اینو خیلی واضح مشخص میگم که بدونید من اصلا این چیز خیلی کمی بود. از اونایی که در زمان رسول الله شکنجه میشدن یا کشته میشدن، یا مثل حضرت حمزه تیکه تیکه میشدن، یا مثل حضرت سمیه زیر شکنجه ها جون شیرینشون رو فدا میکردن، که چیزی نیست. امیدوارم منم مثل اون برادران و خواهران سوریه یا یمن یا تاجیکستان یا فلسطین که جونشون رو با چجوری فدا میکنم، منم امیدوارم مثل اونا فدا کنم. امیدوارم خیر ببینید از این برنامه خوبتون. ببخشید، خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ.